سلام، چطوری؟ امیدوارم خوب باشی. چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم باهاتون به تنهایی قابلیت دگرگون کردن زندگیتون رو داره. پس یه توجه خاص بهش میکنم. ما روزانه به صورت متوسط 34 گیگابایت اینفورمیشن از محیط اطراف دریافت میکنیم و این حجم اطلاعات خیلی زیاده برای مغز که بخواد پروسس کنه و اتفاقی که افتاده در طول تکامل مغز ما یه سیستمی رو انداخته که مثل فیلترینگ عمل میکنه، مثل یه فیلتر دم در وای میسته و تعیین میکنه که کی رد شه کی رد نشه. بهش میگن Reticular Activating System RAS. ما از اینجا رز صداش میکنیم. رز مثل نگهبان دم در میمونه که تایید میکنه کی مهمه، کی مربوطه، کیو اجازه بدم وارد شه و کیو دیسمیس کنم و ایگنور کنم و ندیده بگیرم. و حالا سوالی که پیش میاد اینه که رز بر چه اساسی این فیلترینگ رو انجام میده؟ بر چه اساسی تعیین میکنه که چی مهمه و چی مهمه؟ و جوابش مو به تن آدم سیخ میکنه. رز بر اساس باورهای شما، بر اساس تصورات ذهنی شما این فیلترینگ رو انجام میده. رز اطلاعاتی رو تحویل مغز میده که تطابق دارن با باورهای شما، که در راستا و همسوی تصورات ذهنی شماست. بنابراین شما اگر فکر میکنین آدم بدشانسی هستین، رز اینفورمیشن یا اطلاعاتی که این باور رو تایید میکنه اصلا تحویل مغز شما میده، بقیه رو ندیده میگیره. برای همینه که باورهای ما self fulfilling prophecy هستند. باور خود تاییدن، خودشون رو تایید میکنن. شما اگر باور دارین که آدما بدن، وقتی میرین توی خیابون اتفاقاتی که اون باور رو تایید میکنه دریافت میکنین از محیط اطرافتون. به همین سادگی. دوستان این مطالب 100% علمیه. کوچکترین بحث معنوی و اخلاقی و روحانی و اسپریچوال توش نیست. شما اگر دوست داشته باشین توی خیابون قدم بزنین، اگه اون خیابون رو دوست داشته باشین، درختشو میبینین، ساختمانای قشنگو میبینین، ماشینای قشنگو میبینین و اگر بدتون بیاد تو همون خیابون ترک کف خیابون رو میبینین و آشغال کنار جدول رو میبینین و پنجره شکسته خونه، به اون چیزی توجه میکنین که باورتون رو تایید میکنه. به قول معروف what you believe in is what you focus on. چیزی که بهش باور داری چیزیه که روش تمرکز میکنی. در مورد اینکه چطور میشه رز یا همین نگهبان دم در رو آموزش داد توی اپیزود بعدی بیشتر صحبت میکنیم، اما این اپیزود رو مخصوصا ازتون میخوام که شیر کنیم، به خاطر اینکه دونستنش میتونه زندگی دوستاتون و اطرافیانتون رو دگرگون کنه. اپیزود بعد میبینمتون.